دانشمندان آلبرت یک نوزاد 9 ماهه را به اتاقی سرد بردند. سپس حیوانات مختلفی آوردند. یک سگ، یک میمون و یک موش سفید. ابتدا آلبرت بازیگوش بود. سعی می‌کرد آنها را بگیرد و واکنش‌های طبیعی نشان می‌داد. چند روز بعد آزمایش را دوباره شروع کردند. اما این بار هر وقت نوزاد سعی می‌کرد موش سفید را لمس کند، دانشمندان صدای بسیار بلندی ایجاد می‌کردند که او را می‌ترساند و باعث گریه‌اش می‌شد. این روند چندین بار تکرار شد و او بارها و بارها گریه کرد. پس از این تجربه ها هر وقت دانشمندان موش را نشانش میدادند، حتی بدون صدای ترسناک بلافاصله شروع به گریه میکرد، اما از دیگر حیوانات نمیترسید. به طرز شگفت‌انگیزی هر وقت چیزی شبیه موش میدید، حتی یک اسباب بازی سفید و بامزه میترسید و گریه میکرد، چون برایش یک تروما ایجاد شده بود. این آزمایش نشان داد که ترس در وجود ما ساخته می شود و آموخته می شود.